سلام به همگی. امروز میخوام شما رو ببرم تو دل یه داستان واقعی، یه داستان تکون دهنده از یه خانواده که با بحران بزرگی دست و پنجه نرم میکنن. بحران یه پسر 13 ساله. همه چیز از یه پیام کمک شروع شد، پیام یه مادر نگران. به این جمله گوش کنین. جلوی بقیه ظاهر خوبی به خود میگیرد، اما در خانه یک فاجعه است. این حرف دل یه مادره. همین یه جمله دقیقاً میزنه به قلب تضادی که میخوایم در موردش حرف بزنیم. تضاد بین اون چیزی که نشون میدیم و اون چیزی که واقعاً هستیم. یه آرامش ظاهری و یه طوفان درونی. خب، بخش اول، استیصال یک مادر. بیاین دقیق‌تر ببینیم این مادر با چه وضعیت پیچیده‌ای روبروه و داستان از چه قراره. ببینین اینجا واقعاً با یه طوفان تمام عیار طرفیم. پسر قصه ما 13 سالشه، یعنی دقیقاً وسط حساس‌ترین دوره زندگی، بلوغ، و درگیر چیه؟ افسردگی و خشم شدید. حالا چی شده که کار به اینجا کشیده؟ 2 تا اتفاق بزرگ افتاده. یکی این که خانواده 1 سال و نیم پیش یه جابجایی ناگهانی داشته و دوم که شاید مهمتر هم باشه، پدر به خاطر کارش دوره و فقط آخر هفته ها میاد خونه. این فشارها کجا خودشو نشون داده؟ توی رفتارهای نگران کننده، دزدی، اعتیاد وحشتناک به بازی، طوری که $700 خرج کرده و قلدری برای خواهر کوچیک 6 سالش. میتونین تصور کنین حال مادر چطوره؟ کاملا خسته و مستعصل. بسیار خوب. بخش دوم، رونمایی از آشفتگی درونی. این رفتارها فقط نوک کوه یخ هستن. حالا وقتشه بریم زیر سطح آب و ببینیم اون زیر چه خبره. ریشه واقعی این مشکلات چیه؟ اینجاست که قضیه جالب میشه. برای درک این رفتار دوگانه باید از 2 مفهوم مهم توی روانشناسی یونگ استفاده کنیم: پرسونا و سایه. پرسونا چیه؟ همون نقاب پسر خوب که جلوی دیگران به صورتش میزنه. مؤدب، شیرین، عالی. اما پشت این نقاب سایش قایم شده. اون همه خشم، درد و عذابی که نمیخواد کسی ببینه. این درد و خشم باید یه جوری بزنه بیرون، درسته؟ پس تو خونه، جایی که امنه، اون روی سمی و عصبانیش رو نشون میده. و چون نمیتونه این خشم رو سر عامل اصلیش خالی کنه، کی از همه در دسترس‌تر و ضعیف‌تره؟ خواهر کوچیکش. این یه فرار از درده و یه فرافکنی خطرناک. و این دقیقاً ما رو میرسونه به شاه کلید این معما. اگریمونی. اگریمونی اسم یه عصاره گل باک هست، اما مهمتر از اون اسم یه حالته. حالتی که دقیقاً وضعیت این پسر رو توصیف میکنه. یعنی چی؟ یعنی آدم‌هایی که عذاب و اضطراب شدید درونیشون رو پشت یه نقاب شاد و بیخیال پنهان میکنن و برای فرار از این درد به یه چیزی پناه میبرن، یه رفتار اعتیادآور. برای این پسر اون پناهگاه شده دنیای بازی‌های ویدیویی. این همون حلقه گم شده داستان بود که مادر ازش بیخبر بود. خب بریم سراغ بخش سوم، روانشناسی غیبت. اینجا میخوایم ببینیم این مشکل امروزش چطوری ریشه در گذشته داره و چطور یه زخم کهنه دوباره سرباز کرده. این خط زمانی رو نگاه کنین، همه چیز رو روشن میکنه. زخم اصلی، اولین ضربه کی خورده شده؟ وقتی این پسر فقط 2-3 سالش بود و پدرش به خاطر مأموریت نظامی ازش دور بوده. این اولین تجربه غیبت بوده. حالا چی؟ حالا تو 13 سالگی یه مرحله فوق‌العاده حساس از رشد، پدر دوباره به خاطر کارش دوره. میبینین اون ترومای قدیمی، اون زخم کهنه دوباره فعال شده و این بار شاید حتی دردناکتر. و این ما رو میرسونه به یه مفهوم فوق‌العاده مهم، گرسنگی پدر. این فقط یه اصطلاح قشنگ نیست، یه واقعیت روانشناختیه. توی نگاه یونگ، یه پسر تو این سن برای اینکه هویتش رو بسازه، برای اینکه از دنیای مادرانه جدا بشه و دنیای مردانه رو کشف کنه، به یه پل احتیاج داره. اون پل پدرشه. حالا وقتی پدر نیست چه اتفاقی میفته؟ اون پسر احساس میکنه رها شده، یه خلأ عمیق تو وجودش حس میکنه. همین گرسنگی برای حضور پدر ریشه اصلی این همه آشفتگیه. خب تا اینجا ریشه های مشکل رو پیدا کردیم. حالا بریم سراغ بخش 4 و ببینیم نسخه پیشنهادی برای بهبودی چیه. این راه حل یه ترکیب خاص از عصاره‌های گل باغ هست که برای برگردوندن تعادل احساسی این نوجوان طراحی شده. این ترکیب 6گانه مثل یه تیم تخصصی عمل میکنه که هر کدوم یه وظیفه دارن. بیاین سری مرورشون کنیم. اولی ستاره بیت لحم که برای شوک و ترومای عمیق گذشته و حاله. بعد گردو که کمکش میکنه با این تغییرات بزرگ زندگی کنار بیاد. سوم اگریمونی،
همون کلید اصلی که بهش جرأت میده با اون عذاب پنهانش روبرو بشه و دیگه نیازی به فرار با بازی نداشته باشه. خاص برای اون خشم و حسادتیه که نسبت به خواهرش داره. بید کمک میکنه احساس قربانی بودن و رنجش رو از خودش دور کنه و آخر از همه غنچه شاه بلوط که کمکش میکنه از اشتباهاتش درس بگیره و این چرخه معیوب رو بشکنه. اما اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره، یک اصلاح حیاتی. مادر این پسر خودش هم داشته یه سری عصاره ها رو امتحان میکرده، اما انتخابش نشون دهنده یه سوء تفاهم خیلی رایجه که باید حتما بهش اشاره کنیم. این تفاوت رو ببینین، خیلی کلیدیه. مادر داشت به پسرش عصاره خارگاون یا گرس میداد. این عصاره برای کی خوبه؟ برای کسی که به ناامیدی مطلق رسیده، کاملا تسلیم شده و دیگه هیچ انرژی برای جنگیدن نداره. اما آیا پسر داستان ما اینطوریه؟ اصلاً و ابداً. این پسر پر از انرژیه، منتها این انرژی مسدود شده و داره به مسیر اشتباهی میره. پرخاشگری، دزدی، جنگیدن، اینها همه نشونه انرژیه. پس مشکل نبود انرژی نیست، بلکه جهت‌دهی اشتباه اونه. برای همین گرس انتخاب درستی نبود. و همین نکته ما رو میرسونه به بخش پنجم، راهبردی برای مراقب. این یه اصل فوق‌العاده مهمه که اغلب فراموش میشه. بهبودی هیچ وقت یه فرآیند یه نفره نیست. کل خانواده درگیره و باید به کل سیستم نگاه کرد. یه ضرب المثل معروف هست که میگه از یه فنجان خالی نمیشه چیزی ریخت. این دقیقاً وضعیت این مادره. خودش میگه این وضعیت برای من و کل خانواده فرساینده است. اونم داره تحلیل میره. پس راهکار چیه؟ باید به فکر خود مادر هم بود. برای همین 2 تا عصاره هم برای اون توصیه شده. یکی زیتون برای اون خستگی شدید جسمی و روحی و دومی شاه بلوط قرمز برای اینکه از شر نگرانی بیش از حد و وسواسگونه برای پسرش خلاص بشه. یادتون باشه قدرت مادر برای بهبودی پسرش کاملا حیاتیه. و میرسیم به بخش ششم و آخر، کلید بهبودی. پس نکته اصلی و کلیدی چیه؟ اینکه باید از درمان علائم سطحی مثل خشم و اعتیاد به بازی عبور کنیم و بریم سراغ ریشه‌های عمیق و پنهان. این تنها راه برای بهبودی واقعیه. این جدول کل مسیر پیشرو رو برای ما خلاصه میکنه. نگاه کنید چقدر ساده و شفافه. مشکل چیه؟ اعتیاد به بازی و خشم. علت ریشه‌ای چیه؟ عذاب پنهان و تروما. خب راه حلش چیه؟ اون ترکیب روزانه 6 عصاره. مشکل بعدی تکرار اشتباهات. علتش چیه؟ ناتوانی توی یادگیری از کارهاش. راه حلش چیه؟ غنچه شاه بلوط. و در نهایت مشکل فرسودگی کل خانواده. علتش چیه؟ اینکه همه تمرکز رفته روی پسر. راه حلش چیه؟ مراقبت از مراقب یعنی مادر. این یعنی نگاه سیستمی و جامع به مشکل. و در پایان این داستان ما رو با یه سوال عمیق و شاید کمی ناراحت کننده تنها میذاره. ازتون میخوام بهش فکر کنین. چه میشه اگه بزرگترین چالش‌های زندگی ما، اون رفتارهای بدی که تو خودمون یا دیگران میبینیم، فقط یه نقاب باشن؟ نقابی برای پنهان کردن عمیق‌ترین و تاریک‌ترین دردهامون. شاید، فقط شاید، کلید واقعی بهبودی توی جرأت برداشتن همین نقاب‌ها باشه.